مقامات روسیه میگویند در نتیجه جنجال و کارتکشی در یک مکتب ولایت پرم یک معلم و دو محصل جراحت جدی برداشتند. نهادهای امنیتی پرم تاکید میکنند که بر اثر جنجال میان محصلین در مکتب رقمی 127 جمعاً 15 کس زخم برداشت. ابتدا گفته میشد که افراد نقاب‌پوش به مکتب حمله کردند، ولی بعداً کمیته تفتیشات ابراز داشت که برخورد با استفاده از کارت‌ها در بین دو جوان، یکی خواننده فعلی و دیگری سابق محصل این مکتب بوده است. معلم و دیگر خوانندگان کوشش کردند که آنها را از هم جدا کنند. پلیس ولایت پرم واقع در 1150 کیلومتری شمال و شرق مسکو میگوید در رابطه با این جنجال شماری از مکتب خانه‌ها دستگیر شدند. یکی از دستگیر شده ها در گذشته مشکلی روانی داشته است. اداره امنیت پرم اظهار نموده است که یک زن معلم و دو مکتبخانه 15-16 ساله زخم جدی برداشتند. درس در مکتب لغو شده، مردم را به جای امن انتقال دادند. کمیته تفتیشات روسیه پرونده را با اتهام کوشش کشتار تحقیق می‌کند.